سلام. خبرهای رادیوی آزادی را روز دوشنبه 29 مارت تقدیم میکنیم. بعد یک روز بحث و ماجراها، تاجیکستان و قرقیزستان به موافقه رسیدند که ساکنان روستاهای نزد مرزی در منطقه چارکوه اقصای از شغلزاری رودخانه اسفره همراه استفاده خواهند کرد. همکاری ما معصوم محمد رجب روز 29 مارت در روستای سامانیان بود و روز بعدی رسیدن به سازش از رفت کارها در شغلزارها مشاهده کرد. در یک صحبت تلفنی وضع را در محل بحثی روز 27 مارت امروز چنین تصویر کرد. من در جماعت چارکوه ناحیه اسفره هستم. در کنار دهه سامانیان در پهلوی این دهه کوکتاش ولایت ناحیه بادکند قرقیزستان واقع است. روز دوشنبه 28 مارت جانب‌ها در نتیجه یک گفته شنید که در آن نماینده‌های هم جماعت‌های چارکوه و سمرقندک و ناحیه‌های بادکند و اسفره و نمایندگان ساختارهای حکومتی و دیگر نهادها اشتراک داشتند و چنین سازش رسیدند که از این کان شغل و ریک هر دو جانب برابر بهره برداری کنند. فقط از قبل که در اینجا فقط تکنیکی باربرداری اسفره کار میکرد و این میگویند این کان آنها هم هست. همین کان ریگ و شغل فقط بار بردارد تراکتورهای اسفره. همکاری ما معصوم محمد رجب از منطقه اخیری بحثی میان تاجیکستان و قرقیزستان گزارش داد. بعد 3 روز اسارت در دست گروهی جنایت پیشه افغان، 2 شهروند تاجیکستان نهایت آزاد و به خانه‌هایشان برگشتند. بعد رهایی از اسارت بختیار دولتов و دولتمند مرادov، 2 ساکن ناحیه شمس الدین شاهین سابق شیرآباد، در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که احوالشان خوب است. آنها از 25 تا 28 مارت در دست افراد نامعلوم بودند. بختیار دولتov 23 ساله در یک صحبتش با رادیوی آزادی از خانه‌اش در دهه میانه جایبار ناحیه شمس الدین شاهین گفت آنها را 12 مرد افغان به اسارت گرفته با ماشین تخمینا 2 ساعت بعد درونتری قلمرو افغانستان برده در یک خانه نگه می داشتند. در رهایی اسیران، مسئولین سرریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همراه با مقامات افغانستان اشتراک کرده در نتیجه مذاکرات با گروه جنایی شهروندان را آزاد کردند. شرط و شروط آزادشوی شهروندان تاجیکستان آشکار نمی شود. روز 29 مارت بعض تغییرات در ساختارهای دیپلماتی تاجیکستان در خارج کشور صورت گرفت. از جمله معاون وزیر خارجه پرویز دولتزاده با فرمان پرزیدنت سفیر در جمهوری چین تعیین شد. با جای سفیر در ازبکستان مظفر حسینов معاون وزیر گردید. زرابالدین قاسمی تا امروز رئیس آژانس دولتی خاور به مقام سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی تعیین شد. امام الدین ستارov سفیر تاجیکستان در روسیه همزمان سفیر ارمنستان و ظاهر سعیدov سفیر تاجیکستان در گرجستان تعیین شده است. در تاجیکستان در یک سال اخیر شمار ازدواج‌ها 20% کاهش یافته است. سبب این بحران اقتصادی کاهش انتقال پول‌ها از روسیه از جانب مهاجران و هم گران شدن ارزش برپا کردن مراسم عروسی بوده است. ارزیابی‌های خدمات مهاجرت روسیه نشان می‌دهد که اگر معمولاً در دوام سال تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه با هدف کار سفر می‌کرد، سال گذشته 10,000 نفر از سفر خودداری کردند. روزی ما از خونه آمدیم. ما راست همجا خونه میریم. شرایط نیست، کمبودی نیست. چیکار میکنیم نمیشه اگه چیزی زیادی کرده. امروز توی برادرمون هست از سبب کریز بودنش کم راسخود کم کرده برای همین راسخود زیادی کردن کنسته برای ما میگیم که همین پولی که راسخود میکنه خونه‌اش از زندگیش ببینه بعد توی مثال اگه کار برش ببینه. در یک دوره عقد نکاح در یک روز تنها 14 جفت عائله برپا کرده در 2 حالت نوخانه‌داران گفتند که بزم توی خود را در طربخانه برپا میکنند، در حالی که شماری بزم‌های عروسی در طربخانه‌ها پیشتر خیلی بیشتر از این بوده است. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.